سلام به همه همراهان همیشگی سایت دیجیدارو. خوش اومدید به ویدیوی جدید ما با موضوع الارژنین برای ورزشکاران و راهنمای کامل آن. الارژنین چیست؟ آمینو اسید آرژنین به طور طبیعی در بدن تولید میشه. این ماده مغذی نقش مهمی تو تولید نیتریک اکسید داره که موجب گشاد شدن عروق خونی و بهبود جریان خون میشه. همین ویژگی باعث میشه تا آرژنین به عنوان یک مکمل ورزشی محبوب شناخته بشه، زیرا که هرچه جریان خون رسانی به عضلات بیشتر باشه، اکسیژن بیشتری به ماهیچه‌ها میرسه و خستگی و گرفتگی ماهیچه‌ها به حداقل میرسه. فواید الارژنین برای ورزشکاران: افزایش جریان خون. یکی از اصلی ترین فواید آرژنین افزایش تولید نیتریک اکسید هست که به گشاد شدن عروق خونی و بهبود جریان خون منجر میشه. این مسئله میتونه به بهبود عملکرد ورزشی و افزایش توان و استقامت در تمرینات کمک کنه. تسریع در ریکاوری. مصرف آرژنین بعد از تمرینات ورزشی میتونه به تسریع فرایند ریکاوری کمک کنه. این آمینو اسید با افزایش جریان خون به عضلات کمک میکنه تا مواد مغذی و اکسیژن به سرعت به عضلات برسن و فرایند بازسازی شروع بشه. افزایش توده عضلانی. آرژنین میتونه به افزایش تولید هورمون رشد کمک کنه که این موضوع به افزایش توده عضلانی منجر میشه. اگه هدف شما افزایش حجم عضلانی است، مصرف این مکمل میتونه به شما کمک کنه تا به هدفتون نزدیکتر بشید. بهبود سیستم ایمنی. الارژنین نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن داره. با تقویت سیستم ایمنی بدن شما در مقابل بیماری‌ها و عفونت‌ها مقاوم‌تر میشه و این موضوع به شما اجازه میده تا با خیال راحت‌تر و بدون نگرانی از بیماری‌ها به تمرینات خود ادامه بدید. نحوه مصرف الارژنین: برای افزایش عملکرد ورزشی و بهبود ریکاوری معمولاً 6 تا 2 گرم در روز توصیه میشه. البته بهترین زمان برای مصرف الارژنین 30 دقیقه قبل از تمرینات ورزشی و بلافاصله بعد از تمرینه. آمینو اسید الارژنین به صورت پودر، قرص و کپسول در بازار موجوده. شما میتونید بسته به سلیقه و راحتی خود یکی از اشکال رو انتخاب کنید. مهم اینه که به مقدار و زمان مصرف توجه کنید تا بهترین نتیجه رو داشته باشید. عوارض جانبی الارژنین: مشکلات گوارشی. مصرف بیش از حد آرژنین میتونه باعث مشکلات گوارشی بشه، مانند اسهال و نفخ. بنابراین همیشه به مقدار توصیه شده توجه کنید و از مصرف بیش از حد خودداری کنید. مکمل‌های مشابه الارژنین. کراتین یکی از محبوب‌ترین مکمل‌های ورزشیه که به افزایش قدرت و توده عضلانی کمک میکنه. مصرف کراتین به همراه الارژنین میتونه باعث افزایش قدرت و حجم عضلات بشه. و در پایان از اینکه توی این ویدیو با من همراه بودید متشکرم. شما رو توی ویدیو بعدی میبینم.